شیر بیال و دم. یک روزی بود و یک روزگاری. یک روز یک مرد بی سواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت میخوام بر روی بازوم خالی بکوبم. در قدیم رسم بود عیاران و لوطی‌ها و جاهل‌ها بر بازو و دست و سینه و شکم خودشون خالی میکوبیدند و نقش شیر و پلنگ که نشانه شجاعت است یا صورت دوست و معشوق خودشون رو که نشانه وفاداری بود یا شکل کارد و شمشیر رو که نشانه زوراوری و جنگجویی بود روی بدن خود میکشیدند تا در همه حال نشانه دلخواه خودشون رو همراه داشته باشند. بیشتر دلاک‌ها هم این کار رو بلد بودند و علاوه بر اینکه در حمام‌ها خدمت میکردند و سر و صورت مردم رو میتراشیدند، خالکوبی هم میکردند. رسم خالکوبی این بود که اول پوست بدن رو با آب جوشیده میشستند و بعد نقش حیوانات یا چیزهای دیگه رو با مرکب روی بدن مشتری میکشیدند. بعد با سوزن روی اون خطا پوست بدن رو خراشیده و آب بعضی گیاهان دارویی رو روی اون میمالیدند و بعد از مدتی که درد اون ساکت میشد و زخم و جراحت خوب میشد جای اون نقش ها به رنگ سیاه روی بدن میموند و تا آخر عمر پاک نمیشد. مرد بی سواد رفت پیش دلاک خالکوب و گفت میخوام روی بدنم خال بکوبم. دلاک گفت بسیار خوب، چه صورتی میخواهی بزنی؟ گفت من پهلوانم و مانند شیر قوی و نترس. میخواهم صورت شیر را بر روی بدنم خالکوبی کنم. دلاک گفت مبارکه، نقش شیر رو کجای بدنت میخواهی بکوبی؟ گفت بر روی بازوی راستم، نزدیک شانه‌ام. دلاک گفت بسیار خوب، بازویت را برهنه کن و آنجا بنشین. دلاک کار خود رو شروع کرد. بازوی مشتری رو شستشو داد و سوزن خالکوبی رو در آب جوش فرو برد. قدری آب گیاه و پنبه پاکیزه آماده کرد و قلم و دوات رو حاضر کرد. نقش شیر رو هم با مرکب روی بازویش کشید. بعد به کار خودش مشغول شد. همین که دلاک اولین سوزن رو به بازوی مشتری کشید، پهلوان فریاد کشید و گفت آخ دستم، چه کار میکنی؟ دلاک گفت کاری میکنم که خودت خواستی، مگه نقش شیر نخواستی؟ پهلوان گفت چرا؟ نقش شیر، ولی تو از کجا شروع کردی؟ دلاک گفت از دمش شروع کردم. اینجا درست انتهای دم شیره. پهلوان که بازوش از نیش سوزن میسوخت گفت دمش رو ول کن. سرش و تنش رو بکش و بگذار شیر من دم نداشته باشه. فرض میکنیم شیر من دمش رو بریدند. دلاک گفت مانعی نداره، از دمش صرف نظر میکنیم. بعد دلاک از سر شیر شروع کرد و اول خواست یال و کوپال شیر رو خالکوبی کنه. همین که سوزن رو به پوست بازوی مشتری آشنا کرد، باز فریادش بلند شد. آخ سوختم، خیلی درد میاد، چه کار میکنی؟ دلاک گفت دارم نقش شیر را درست میکنم، کمی آرام باش، اکنون تمام میشود. پهلوان پرسید حالا کجای شیر رو داری درست میکنی؟ گفت یال شیر رو. گفت ای بابا، یال و کوپال که چیز مهمی نیست، بگذار شیر من یال نداشته باشه، همون نقش بدن شیر رو بکش کافیه. دلاک گفت ای به چشم، از یالش هم گذشتیم. بعد دلاک با خودش فکر کرد خب از دمش که نشد، از سرش هم که نشد، خوبه از پای اون شروع کنم. اون وقت سوزن خالکوبی رو در جای پنجه پای شیر به بازوی مشتری فرو برد. باز پهلوان فریاد کشید و پرسید این دیگر کجای شیر است؟ دلاک گفت این پنجه پای شیره. پهلوان گفت بابا عجب استاد وسواس و خرده‌بینی هستی، پنجه پای شیر که پیدا نیست. من که نمیخوام نقاشخانه چین درست کنم، فقط هیکل شیر رو میخوام.
بگذار پای شیر من پنجه نداشته باشه. یه کاری بکن که دردش کم باشه و زودم تموم بشه. دلاک گفت اطاعت میشه. از حالا دیگه به خود اصل و اساس هیکل شیر میرسیم و به جزئیات کاری نداریم. بعد از روی تصویر شیر که کشیده بود خط شکم شیر رو در نظر گرفت و سوزن رو به بازوی پهلوان نزدیک کرد. باز هم پهلوان دو فریاد سر داد و گفت تو با این سوزنت مرا میکشی. چه کار میکنی؟ این دیگر کجای شیر است؟ دلاک گفت این دیگر قسمت اصلی بدن شیره. این شکم شیره و چاره ای نیست. پهلوان گفت نه آقا جان، شیر من شکم هم لازم نداره. یه کاری بکن که شیر باشه ولی شکم هم نداشت. دلاک حیرت زده شد. قدری فکر کرد و بعد سوزن خالکوبی رو به گوشه دکان پرت کرد و گفت ببخشید آقای پهلوان، خیلی معذرت میخوام. من تا حالا 1000 نفر خالکوبی کردم. 100 بار نقش شیر رو روی بدن مردم کشیدم. ولی تا حالا هرگز شیر بیال و دم و شکم ندیدم. شیر بیال و دم و شکم که دید. این چنین شیری خدا کی آفرید؟ حالا که تو طاقت سوزن خالکوبی رو نداری، بهتره بازود رو هم همینطور سفید و پاکیزه بگذاری و زحمت خودت رو از سر من کم کنی و ادعای پهلوانی و شیر افکنی هم نکنی. چون نداری طاقت سوزن زدن، باری از شیر ژیان هم دم نزن.